الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جناب سالیس، برادر عزیز جناب استاد جناب رحمانی رئیس محترم ولوسی جرگه، محب فاسد هیئت رهبری ولوسی جرگه، تمام وکیل صاحبای محترم، تمام خواهرها و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس به شروع یک فصل نو خوش آمدید. من از جناب رحمانی صاحب هیئت رهبری ولوسی جرگه، از تمام وکیل صاحبا از خاطر تصویب بودجه دیروز از صمیم قلب تشکر میکنم. مننه کورم ودان خیراه است. حرفای من کوتاست. یک، افغانستان از هر وقت دیگه کده انشالله تعالی برسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه در موقف بهتر قرار دارد. در این بخش در ماه‌های آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت خواهد گرفت. در یک فرصت مخصوصا دناتو فیصله چه فیصله اون نکرله یو لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده هغه خلکو ادعاګانې چې غوښته چې خلک ورته په ننوات لاړ سي او په تسلیمي ختمیږي. اوس به انشالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو، زمینه به ورته برابره سي. دوم، قانون وقتی که میگیم احترام به قانون اساسی و احترام به جمهوریت، احترام به شورای ملی یک جزء لاینفک است. بدون سه قوه قانون اساسی در خطر می باشه. نو ځکه زه تاسو ټول ته وایم چې تاسو ته ما همیشه د احترام په سترګه کتلي دي او بیا به هم د احترام په سترګه در سره وکتل سي. البته په کاري طریقو باندې باید مجددا غور وکړو او مشورې هم ډېر ته رسي. له هغه نظر نه سر له راتلونکې اونۍ نه زه به اول رهبري هیئت سره مشوره وکړم، پس له هغه ټول کمیسیونونو سره زه به یو په یو وګورم چې تاسو نظریات، تاسو د معقلینو نظریات او څه چې په زړه کې دي انشاءالله تعالی دې باندې په اساسي توګه فیصله وکړو او ضرورت د دې ده چې مینه ډېره سي. ځکه ولس د سیاسي قشر نه اتحاد غواړي او تاسو منتخب وکیل صاحبان د سیاسي قشر یو اساسي برخه یې، هر یو ته 15,000 10,000 40,000 نفر رایه درکړې ده. هغه رایې ته موږ په احترام ګورو او د هغه ویاړ کوو. نقطه دیگه، در بودجه سازی باید یک تغییر اساسی به جناب پایندست. من میخوایم امروز اعلان کنم که 2 ماه بعد از امروز پروسه بودجه سازی به صورت مشورتی کلی سرتاسری ملی از طرف شما آغاز میشه. معیارها باید بسیار مشخص باشه، واضح باشه و همه اسناد وزارت مالیه در ملای عام باید قرار داشته شود که مخصوصا توجه به امهای فقر و استفاده مؤثر و سریع از منابع داخلی ما که ما طرف پای خود استاد شد. نقطه بعدیم ده است که کنفرانس جنیوا فضل خداوند موفق بود. 13.5 میلیارد در فکر کس نمیگشت، میگفتن اگر 2 میلیارد به زیاد است، اما این مشروط است. از این جهت همکاری سرتاسری شورای ملی را کار داریم که تعهدات را که به ملت خود و به جامعه بین‌المللی دادیم انشالله تعالی انجام شود. بازم همه را خوش آمدید میگیم. شروع یک فصل نو همکاری را امروز آغاز میکنیم و با هم انشالله خواسته های ملت افغانستان عملی میکنیم. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد پارلمان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین محترم ریاست جمهوری جناب دکتر صاحب محب، جناب دکتر صاحب فضلی، وزیر صاحب مالیه، وزیر صاحب پارلمانی جناب شهباز صاحب، وکلای محترم با عزت مردم افغانستان، خوشحالم
که امروز شما وکلای محترم با جناب جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان یک جا ملاقات می نماییم. تشکر می کنم از اینکه بالاخره طبق هدایت جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت مالیه به بخش‌های از پیشنهادات اصلاحی ولسی جرگه قناعت نموده و توانستیم سند بهتری را برای بخش عادی و انکشافی عرضه نماییم و مورد تصویب قرار گیرد. جلالتمآب رئیس جمهور، آنچه ولسی جرگه انجام داد جز از مکلفیت‌های قانونیش مطابق به هدایت شما در راستای مبارزه با فساد، حیف میل شدن دارایی‌های عمومی بوده، هیچ انگیزه سیاسی گروگانگیری‌های شخصی موجود نبوده و قصد عملی سازی نیت نامقدسی که خدای ناخواسته به نظام آسیب برساند وجود نداشته است. تفاوت دیدگاه‌ها میان وزارت مالیه و ولسی جرگه روی بودجه بخش از زیبایی‌های دموکراسی و تفکیک قوا می باشد. هیچ فرد و نهادی نباید آن را به اختلاف و بیگانگی میان قوای دولت تعبیر کند. با تصویب بودجه امروز دروازه جدید از همکاری‌ها میان حکومت و ولسی جرگه گشوده شده است. ولسی جرگه همواره از موقف دولت در قبال مسائل مهم ملی به شمول صلح، مقابله با ترورهای هدفمند، مبارزه بر علیه فساد، حکومتداری خوب و اصلاحات در ادارات حمایت نموده و خواهان مشروعیت بخشیدن به رهبری سکتورهای مختلف به شمول وزارتخانه‌ها می باشد. جلالتمآب رئیس، روزهای سخت را پیش رو داریم. با در نظر داشت توقف گفتگوهای صلح و بهانه‌گیری طالبان یک جا با افزایش جنگ و تهدیدات تا خشکسالی، فقر روزافزون، هم اعضای ولسی جرگه خود را با نگرانی‌های شما و دولت شریک دانسته و اعلان همکاری می نماییم. انتظار ما این است تا در تحکیم روابط و شیوه بهتر اعتمادسازی توجه جدی شود تا خدای ناخواسته تعداد افراد کوتاه‌فکر با تحلیل‌های غرض‌آلود تفاوت نظر میان هر یک از اعضای ولسی جرگه و رهبران حکومت را به دشمنی و اختلاف شایع نمایند. همچنان توقع داریم تا مقام محترم ریاست جمهوری به طور مستقیم در هماهنگ‌سازی روابط و ایجاد اعتماد بهتر برای حفظ عزت خانه ملت و وکلای محترم هدایت‌های جدی را عنایت فرمایید تا از فرصت‌های موجود با شیوه مؤثران استفاده صورت گیرد. هرچند برخورد تعداد از ادارات حکومت با وکلای محترم هنگام مراجعه آنها قابل انتقاد است، اما باور داریم که با هدایت جناب شما رفع خواهد شد. ولسی جرگه در انتظار گشوده شدن مناسبات بهتر با حکومت و احترام گذاشتن به حیثیت خانه ملت می باشد. ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گفتگوهای صلح می باشند و با گذاشتن شرایطی که نه برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه هم سبب آمدن صلح می شود، میز گفتگوها را ترک کردند و دنبال این هستند که منافع گروهی خود را بر مردم ما تحمیل نمایند. جناب رئیس، بار دیگر تاکید می نمایم که ما در شرایط دشواری قرار داریم. توقف گفتگوهای صلح، ناامنی‌ها، ترورهای هدفمند، خشکسالی و بسیاری از مشکلات دیگر ایجاب می کند که پارلمان و حکومت در سایه قانون اساسی برای بیرون رفت از این چالش‌ها همکار باشند. در اخیر قابل ذکر می دانم که جناب جلالتمآب شما به صورت مستقیم با خانه ملت در ارتباط باشد تا از هر گونه مداخله ارگان‌های دیگر و کارشکنی پیرامون رابطه پارلمان و حکومت جلوگیری گردد. تشکر از توجه جناب عالی و وکلای محترم. تشکر.